سفارت تاجیکستان در روسیه حجت‌های طفل نوزاد اسلانبک غفوروف یک مهاجر تاجیک در بازداشتگاه را درست کرده است. بر این اساس طفل 3 ماهه او حق اخراج همراه با والدینش از روسیه را پیدا نمود. اسلانبک غفوروف مهاجر تاجیک از ناحیه خراسان ولایت ختلان اول ماه اپریل ضمن مراجعت به شعبه پلیس تلیعاتی روسیه همراه با همسر و 3 فرزندش بازداشت شد. طفل 3 ماهه او حجت نداشت، بنابراین احتمال داشت اسلانبک و خانواده‌اش بدون این نوزاد به تاجیکستان اخراج شوند. ابراهیم احمدов سخنگوی نمایندگی خدمات مهاجرت تاجیکستان در روسیه 25 اپریل بر رادیو آزادی گفت تمام سندهای این خانواده درست شدند و روز پنجشنبه 27 اپریل به تاجیکستان فرستاده می شوند. او گفت همه حجت ها درست شدگی هم یعنی نمایندگی در همکاری با دیاسپورای در تلیعاتی هم با کنسولگری در اوفا همه حجت های لازمی همون اویله را تخت کردم و چیتا علاقه خریداری شده است. روز پنجشنبه خداخواست این اویله بسر کردم. با گفته دادگاه اسلانبک غفوروف حق نداشت مدت طولانی در روسیه بماند و باید برای این قانونشکنی از 2 تا 5,000 روبل جریمه سپرده و از روسیه اخراج کرده شود. اسلانبک غفوروف این مهاجر مهنتی 25 اپریل از بازداشتگاه در صحبت با رادیو آزادی گفت پس از نشر گزارش درباره‌اش نماینده‌های سفارت تاجیکستان به کمکش رسیدند. این مهاجر تاجیک میگوید واقعا 2 سال باز حجت‌هایش درست نبود و هنگام مراجعت برای درست کردن سندهایش بازداشت شد. بعد این همین دیگه خودم داودا کردم نشید بعد چیکاره وزارت امور داخلی روسیه ماه مارت گفت از 25 مارت تا 24 اپریل سال 2017 در تمام قلمرو روسیه به شهروندان تاجیکستان 1 ماه مهلت میدهند که سندهایشان را برای اقامت و کار قانونی درست کنند. در این مدت اگر مهاجر غیر قانونی در روسیه هم باشد برای رعایت نکردن قاعده های اقامت و کار به جوابگری مأموری کشیده نمی شود. اما اسلانبک غفوروف اولین کسی نیست که به قول خودش فریفته وعده مقامات روسیه می شود. از او پیش 10 نفر از شهروندان تاجیکستان هم بر رادیو آزادی تماس گرفته گفتند که ضمن مراجعت به مقامات مهاجرت روسیه برای قانونی کردن حق اقامت و کار در همانجا دستگیر و به دادگاه برده شدند و قرار اخراجشان را هم صادر کردند. خانواده اسلانبک غفوروف از جمله آن مهاجران است که برای ثبت بود و باش به پلیس رفته و حالا بازداشت شده تصمیم است به تاجیکستان اخراج شوند.